مرد 37 ساله زاده تاجیکستان که برای قلابی در جستجوی فدرالی قرار داشت در حدود ولایت اورنبورگ روسیه در مرز این کشور با قزاقستان دستگیر شده است. خدمات مطبوعات ریاست کارهای داخلی ولایت اورنبورگ روز 7 ژانویه سال 2023 خبر دادند که مرد دستگیر شده را در تفقیقات موقتی جای کردند و در حال حاضر با تشبسکار جستجوی او مقامات حفظ حقوق تاجیکستان مسئله استرداد این نفر بررسی می شود. صبح 7 ژانویه در گذرگاه ماشینگذار مشتکا و در مرز روسیه با قزاقستان مرد 37 ساله دستگیر شد که از ماه آگوست سال 2020 برای صادر کردن عملهای قلابی در قلمرو تاجیکستان تحت جستجوی فدرالی قرار داشته است. در حال حاضر قانونشکن را در تحقیقات جای کرده تشبسکار جستجو را از بازداشتش خبردار کردند. گفته می شود در اطلاع پلیس ولایت اورنبورگ تفصیلات دیگر از جمله نام مرد دستگیر شده نشر نشده است. محتوای پرونده او و اینکه آیا مشخصا به چه عملهای قلابی عیبدار می شود نیز گفته نشده است. در روزهای آخر این علاقه دومین حالت بازداشت زادگان تاجیکستان است که با اتهام عملهای قلابی تحت جستجوی بین المللی قرار داده شدند. یک روز قبل گزارش داده بودیم که کارمندان پلیس ولایت قزاقستان شرقی در جریان چاره‌بینی فوری جستجویی در حدود شهر اوست-کامینگورسک یک شهروند 27 ساله تاجیکستان را بازداشت کردند. این نفر از جانب مقامات حفظ حقوق تاجیکستان با اتهام قلابی تحت جستجوی بین المللی قرار داده شده بود.